الرحمن الرحیم. از نظر بنده راهکارها قبلا ارائه شده و ارائه راهکار کار کارشناسی میخواد و کارشناسا در این زمینه ها واقعا کار کردن. اون کاری رو که نمایندگان باید بکنن همکاری و همافزایی با هم دیگه است که بتونن راهکارها رو به سمت اجرا ببرن. اون هماهنگی که خودشون با هم دیگه دارن و هماهنگی که با دولت دارن، انشالله راهکارها رو یکی بعد از دیگری اجرا کنن و به منافع ملی فکر کنن، نه به منافع حزبی و منافع خودشون. وقتی که به منافع ملی بکنن، انشالله راهکارها رو هم اجرا خواهند کرد و ما شاهد تغییری در معیشت مردم و راحتی اونها انشالله باشیم. مجلس جدید باید در زمینه آموزش خیلی وقت بذاره. بحث اساسی آموزش پرورش هست و بحث اساسی آموزش پرورش آموزش ابتدایی هست. ما از همون ابتدای کار، از همون ابتدایی باید شروع بکنیم و پایه رو درست بچینیم و بیایم بالا. وقتی که پایه رو درست کردیم، انشالله که بقیه امورمون هم سعیمون بر این هستش که بر اونها هم مسلط بشیم و آموزشمون رو از پایه تا دانشگاه قوی بکنیم.